بله خیلی ممنونم. اولا تعداد مسیحیان ایرانی یا نصرانی های ایرانی مطابق آمار رسمی که دولت ایران ارائه میده چیزی نزدیک به 300,000 نفر هست. منتها اینها بیشتر مسیحیانی هستند که از کلیساهای سنتی هستند، از زمینه‌های ارمنی و آشوری، ولی خب در سالهای اخیر تعداد زیادی از ایرانیان از سایر زمینه‌های دینی، چه مسلمان، چه زرتشتی، چه یهودی، اونها هم مسیحی شدن و تعداد این افراد به مراتب شاید بیشتر از تعداد این گروه اول باشه. پس ولی کسی نمیدونه آمار دقیق این افراد رو. و فرمودید که چه نوع فشارهایی، بیشتر فشارهایی که بر این گونه کلیساها و مسیحیان میاد به خاطر این هستش که زبان فارسی رو برای پرستش خودشون، برای خواندن کتاب مقدس و همینطور فعالیت‌های دیگه دینی استفاده میکنن که همین باعث میشه افراد بیشتری از خارج از این حلقه کلیسایی بیان و بشنون و بخونند و به خاطر همین تعداد این مسیحیان رشد خیلی زیادی داشته. همین موضوع نگران کرده حاکمیت ایران رو و افراد زیادی دستگیر شدن. مسیحیان به احکام زندان 10-15 سال حتی زندان محکوم شدن. کلیساهای زیادی بسته شدن به خاطر اینکه زبان فارسی رو برای عبادت کلیسایی انتخاب کردن. یعنی شما فکر میکنید فشاری که روی نصرانی‌ها هست بیشتر از فشار روی فرض کردیم پیروان مذهبی سنی اسلامی هست یا چی؟ فکر میکنم فشار بر اقلیت‌های دینی به صورت کلی تو قسمت‌های مختلف هست. برای فرض کنید سنی‌ها داشتن یک عبادتگاه در یک نمازخانه فرض کنید در شهرهای بزرگی مثل تهران یک مسئله بزرگ هست. اونها مسائل خودشون رو دارن، مشکلات خودشون رو دارن، محدودیت‌های خودشون رو دارن، ولی حداقل اونها رو به عنوان یک اقلیت مذهبی میشناسن و نه اقلیت دینی. پس به مراتب جایگاه بهتری دارن چون که اونها رو به عنوان مسلمان میپذیرند. شاید یهودیان و مسیحیان سنتی هم باز جایگاهشون نسبت به مسیحیان به رسمیت شناخته نشده بهتر باشه، ولی گروه هایی که شاید بیشترین فشارها متحمل میشن در ایران مسیحیانی هستن که مسیحیان ما بهشون میگیم رسمیت شناخته نشده و بهاییان که اونها هم دین به رسمیت شناخته نشده ای هستن و اینها که حکومت اونها رو به عنوان یک دین مقبول قبول نمیکنه و پیروان اون رو به اشکال مختلف تحت فشار قرار میده. اصلا کشورهای اروپایی به نصرانی‌های ایرانی کمک میرسونن و اگر بله چی نوع کمک؟ فکر میکنم بیشترین کمکی که کشورهای اروپایی میکنن اینه که وقتی گزارشات ما رو دریافت میکنن از وضعیت مسیحیان ایرانی، حداقل در مذاکراتی که با ایران میکنند این نگرانی ها رو در مورد شدت فشارها بر اقلیت‌های دینی و نقض حقوقشون مطرح بکنن. هرچند میدونیم که در تبادلات اقتصادی شاید اقتصاد حرف اول رو میزنه، ولی ما تلاش خودمون رو میکنیم که اونها از موضوع حقوق بشر غافل نشن و حداقل این رو در تبادلات اقتصادیشون مد نظر قرار بدن. کمک مالی هم میکنند یا خیر؟ دولت‌های اروپایی نه متاسفانه، برای اینکه اگر بعضی از کشورهای اروپایی به کلیساهای کشور خودشون کمک میکنن ولی کمکی برای اینجور فعالیت‌ها به خاطر حساسیتی که هست نه اونها میکنن نه این کلیساها این کمک‌ها رو میپذیرن، چرا که میتونن متهم بشن به اینکه از طرف دولت‌های خارجی این کارا رو انجام میدن. تشکر زیاد برای صحبت. خواهش میکنم، خیلی ممنون از وقتتون.